سرخط خبرها. جزای جنایتی برای لایک بکار کرده شد. مهاجران تاجیک در سال 2024 به وطن 5.8 میلیارد دلار فرستادند. رسانه‌ها خبر دادند که 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشتی تاجیکستان جان باختند. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یار تیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم ایدیبکی سعید از دوشنبه. در تاجیکستان جوابگری جنایتی برای گذاشتن لایک یا دیگر علامت در شبکه‌های اجتماعی بکار کرده شد. طور خدمات مطبوعاتی پرزیدنت خبر می‌دهد امامعلی رحمان 14 می به یک قطار قانون‌ها از جمله وارد نمودن الهه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و قانون درباره عهدهداری‌های حربی و خدمت حربی امضا گذاشت. همچنین با امضای پرزیدنت قانون درباره سرمایه و هوسمندگردانی فعالیت سرمایه‌گذاری قبول گردید. گفته می‌شود این قانون با دستگیری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری روانه گردیده است. به اطلاع منبع قانون‌های مذکور را مجلس نمایندگان و مجلس ملی قبول و جانبداری نمودند. مهاجران تاجیک در سال 2024 به تاجیکستان 5.8 میلیارد دلار آمریکایی مبلغ فرستادند. این رقم نسبت به یک سال پیش از آن 27% بیش از 1.5 میلیارد دلار زیاد میباشد. خبر می‌دهد سازمان جهانی مهاجرت حجم انتقال پول مهاجران در سال 2023 4.6 میلیارد دلار را تشکیل داده به 39% مجموع محصولات داخلی کشور برابر بوده است. مبلغ‌های انتقال شده در سال 2024 به 45% مجموع محصولات داخلی برابر شدند. گزارش سازمان جهانی مهاجرت که زیر عنوان گزارش‌های به وضع مهاجرت ایول دکبر سال 2024 روز 6 می نشر شد. بر اساس معلومات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، بانک جهانی و منبع‌های رسمی روسیه تهیه گردیده است. هرچند گزارش 6 ماه آخری سال گذشته را فرا می‌گیرد، ولی برخی آمارها سالانه پیشنهاد شدند. طبق اطلاعی در این گزارش آورده شده 15 میلیون دلار از مبلغ‌های انتقال شده مهاجران تاجیک از قزاقستان فرستاده شده است. درباره حجم عمومی پول‌های انتقال شده از روسیه که مکان اساسی فعالیت مهاجران تاجیک به حساب می‌رود، در گزارش رقم‌های مشخص ذکر نشده است. تاجیکستان یکی از کشورهای وابسته بوده به پول مهاجران در جهان به حساب می‌رود. رسانه‌های گوناگون از مرگ 8 نفر کارگر افغانستانی در یکی از کان‌های انگشتی شمال تاجیکستان بر اثر ترکش خبر دادند. مقامات تاجیکستان این حادثه را حالا رسما شرح ندادند. رسانه‌های 8 صبح و اطلاع روز عکس‌های این 8 نفر را نشر کرده می‌نویسند که همه آنها ساکنان ولایت دایکندی افغانستان هستند. روزنامه اطلاع روز از جانباختگان کاظم بیگی، عبدالله احمدی، حسن علیزاده، حسین بخش، محمد امیر، علی جان قربان و اسماعیل رحیمی نام برد. اطلاع روز با تکیه به منابع خود خبر می‌دهد که حادثه 9 می ساعت 13:30 به وقت محلی در یکی از کان‌های انگشتی ناحیه عینی تاجیکستان رخ داده است. سبب حادثه را این روزنامه ترکش گاز درون کان نامیده است. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. امسال از تاجیکستان قریب 3000 نفر غالب گرین کارت شدند. در لطه گرین کارت 2025 از همه بیشتر شهروندان ازبکستان غالب آمدند و شماره آنها با 5564 نفر میرسد. در جای دوم الجزایر با 5526 نفر قرار گرفته است. همچنین شماره زیادی غالبان از ایران، افغانستان و اوکراین به قید گرفته شدند. از قرقیزستان 3095 نفر، قزاقستان 2004، تاجیکستان 2982 و از ترکمنستان 2010 نفر غالب گرین کارت شدند. شماره عمومی غالبان لطه گرین کارت در سراسر جهان 131060 طالب تشکیل داد، اما شماره روادید های این لطه در یک سال تقریبا 55000 عدد است. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی آبونه شوید.
خیر.